یک مسئله از ما پرسان کردن، الحال یک برادر که سوال تعجیلی دادن که برادر عزیز وقتی که در موعظه آدم وقتی موعظه میکند اگر در موعظه‌اش بنده های خدا را دشنام دهد، حقارت دهد، آیا همین جایز است یا جایز نیست؟ برادرای عزیز، من برای شما یک دلیل از سوره طه میخوانم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. طرز دعوت درستیش: اذهبا الى فرعون انه طغى فقول له قولا لینا لعله یتذکر او یخشی. این برای تمام شخصانی که دعوتگرند باید شعار باشد. برادرای عزیزی که امروز امر معروف میکنین، برادرایی که امروز شما میخواین که یک برادرتان نماز خوان کنین، یک برادرتان از راه بد گردانین، الله سپارش به سوی حضرت موسی و هارون برادرش میدهد که فرعون از حد گذشت. فرعون دعوای خدایی کرد، پیش وی به قصر وی روید. وقتی که وی دعوتی به سوی خدا میکنید، قول لینا، با سخن نرم، با سخن ملایم باید دعوت کنید. فرعونی که دعوای خدایی کردند، با سخن خوب، با سخن نرم ملایم باید دعوتی به سوی ترس پروردگار کنید. اگر با شما مراجعتی در سوره نحل کنید، آیت های آخری وی: ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنه. پروردگار میگوید هر وقتایی که بنده های مرا به سوی من میخوانید، ای واعظا و ای دعوتگرا، شما دشنام و سخنهای قبیح استفاده نبرید، بلکه با سخن نرم، با سخن خوب، با موعظه های حسنه اونها را دعوتی به سوی خدا کنید. برای شما یک منظره از حبیب خدا من حکایه کنم. پیغمبر خدا با صحابه ها نشسته بود که یک جوان آمد گفت: ای حبیب خدا، برای من رخصت بده که من زنا کنم. اگر همین مسئله را پیش کدام داملای ما در الحال یک جوان سوال دهد، باور کنین چی قدری که خواهیم و ما تحقیر میکنیم. حبیب صحابه همه میگوید از جا خیستند، غضبناک شدند، خواستند وی لخت کوب کنند. حبیب خدا گفت دستی وی در دستی من دهید. گفت نرمی را ببینید، ملایمی را ببینید، رفتار را ببینید. این رفتار پیغمبر خدا باید برای همه ما درس شود. گفت فرزند عزیز نزد من نشین. گفت چی میخواهی؟ گفت میخواهم زنا کنم. گفت فرزند عزیز، میخواهی که به مادر تو کسی زنا کند؟ گفت نه ای حبیب خدا. گفت پدر و مادرم فدای تو باد. گفت من نمیخواهم که به مادر من کسی زنا کند. پس گفت ویها هم نمیخواهند که به مادرشون کسی زنا کند. میخواهی که با خواهرت کسی زنا کند؟ گفت نه ای حبیب خدا نمیخواهم. گفت پس اون برادرای تو هم نمیخواهد که با خواهر اونها کسی زنا کند؟ گفت میخواهی که زن تو با کسی زنا کند؟ گفت نه نمیخواهم. گفت پس وای برادرها هم نمیخواهد که با زن اونها کسی زنا کند؟ گفت میخواهی که خالت با کسی، عمت با کسی، ابهت با کسی زنا کند؟ گفت نه نمیخواهم. گفت پس اون برادرای تو هم نمیخواهند که خاله و عمه و ابهی اونها هم با کسی زنا کند؟ جوان میگه نرم شدن، ملایم شدن. حبیب خدا میگه دستش در بالای سینه این جوان گذاشت، گفت پروردگارا گناه این بنده را مغفرت کن. خدایا دل این جوان گفت پاکیزه کن و از راه حرام گفت این جوان بگردان. این جوان میگه تا زمانی که این کار برای من شیرین خیلی لذیذ بود، از زمانی که حبیب خدا دعا کردن از همه عمل نفرت آور برای من زنا شد. با گپی خوب، با گپی نرم دعوت کردن. باری میگه یک جوان آمد، یک اعرابی در داخل مسجد رسول اکرم بروکش کشید و پیشاب کردن گرفت. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صحابه خیستن تا که وی لخت کوب کنن که تو در مسجد پیشاب کردی.
الحال در همین بین ما و شما کسی این عمل اجرا کنه، باور که باوری دارم از همین تیزا میپرتایم شما و شما. لیکن حبیب خدا گفت در جاتان نیستید، گفت غضبناک نشوید، گفت پهلوان قوت دارین، روین گفت از بیرون آب بیارین پیشابی و تازه کنین از مسجد، گفت پیشاب شد دور پرتایین. غیرت دارین، گفت انصاف دارین، پهلوانین، پیشاب تازه کنین، گفت وای کار نگیرین، وای جاهل است، وای نمیفهمه، وای دعوت کنین. امروز راه دعوت به دشنام و به تحقیر و به سیاست نمی شود. با او تو یار و رفیق شو، با او همنشین شو، از دختر بی سطر نگریز، از بچه بی نماز نگریز، از بچه های عرق نوش نگریزین، بلکه با آنها یار و رفیق شوین، با آنها همنشین شوین، آنها را دعوتی به سوی حق کنین. تا دیروز خودتون کی بودین؟ شما از خودتون خلاصه برارین. شما با کسی همنشین شدید، در کجای صحبت شنیده شما اصلاح شدید، اونها قطعی هم همنشین شوید تا که اونها هم اصلاح شوند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.